السلام علیکم هموطنان عزیز، پدران، مادران. ما شما با فکر معلوم شد که امروز چه حادثه در ناحیه راغون گذشت. زیاده از 35 بچه یوشا آوردن در شعبه کارهای داخلی ناحیه فیردوسی اگر خطا نکنم. محکم کردن 4 روز شده. زیاده 10-15 زنک با فرزنده و نویراشون اونجا جدت دارن، انتظارن که گجا دن بچه را نشون نمیتن. شما گجا شدین مردم تاجیکستان، گجا دهین برای چی خوبین؟ این رحمان، این حکومت تاجیکستان شما را تروریست گفتن میکشه، میبره زندان میکنه. سلفی، وهابی، حزب تحریر، حزب نهضت، گروه 24 یگان تا این تروریست نیست، سلفی نیست، وهابی نیست. یگان این بچه های شما همش بگناه. بچه هاتون رو نصیحت میکنید بچه هم برهن نشه، بچه هم گپی سخت نزد. باید پدرای عزیز، مادرای عزیز، بچه هاتون نکو والیا بتین، آزاد برا چیزی میگوی بگو حکومتا. تا انمی روزه خب شیدین، بچه هاتون خاموش کردین، بچه هاتون نصیحت کردین، انمی روز اومده اومالی دشمن شما هست. این همه تا نابود میکنن. شما خرسک میزنن که با هم جکتش مصیبت زده های بچهش در درمی سیزو همون تلمه عدله میگه که من اومالی ای زمین تا عثمان راضی هم. اوکی چقدر تا ای زمین با عثمان ای اومالی راضی؟ همون جای زمان نچلی ملیسه را بگو که همین را کی آورد چی باورد میگه فرمان ای بالا های بالا هم امامالی های دیگه کی های؟ در حالی که من بالا خدا را میدونم امامالی را نمیدونم. شما چی با خاموشن؟ انقلاب میتین تمام بخیزن هم من نقیه بگیم ما تمام تر دیگه امامالی نمیخواهید. شما چیکار میکنین؟ همه تا بانستی نابودی میبره مردمی تاجیک. من پیش خودم گفته استم دیلم بسوزه که 35 بچه یاشه میبرن محکم میکنن. خیلی شما میدونن هم امامالی خط کنین تمام. هموطنای عزیز، به خدا قسم کو مانندی که این ابلا میشن موی مارت موی سپتامبر ده بچه ها تو جوگا میشن میان تو درنا خونه تو میکنن صندوق خود درنی خولینوش فانیرا در جوگا میشن. ولی نمی رحمان نمی حکومت نمی خیلی بکنه که نمی بچه هاتون کو دیگه چخیلی که در روسیه در 2 سیزون نمیرن، موی مارچ ها نمیرن که ابلا میبرن، موی سپتامبر ده نمیرن که ابلا میبرن. ولی کاری میکنه نمی حکومت که بچه شما وابشه دیگه تاجیکستان گریزان میشن که میره میخپن یا سلفی یا تروریست یا که حزب تحریر. در تاجیکستان یگان آموزش نیست که جدا این آدم که در زندانات خیشتون به سوی به گناه شش موندنشون یا نفری قدر ندارن. همون پدر محکمه یا که برادر یا که شوهر در زنده بودن آزاد بودنش قدر داشت، امروز پس پنجره رفته قدر نداره. ای همه ناحیات بخیزیم بریم پیش حکومت جلب کنین، بخیزیم بریم بگین که ما ترا نمیخوایم ولی تمام با خدا قسم میخورم دشمنی آشکار شما امامالی هست. دیگه یگان کس نیست. اون ملیساچه یگان رو گناه ندارن. فقط فرمان اینا بالا نمو حکومت انم امامالی که رنگ سیری هم میکنه شما را. یگان راه نداره. شما فقط باید امامالی ایواز شود، پرزیدنت ایواز شود، او را با سببی بگناه باید که او ایواز شود. به نمی یگان خونریزی، به کرچکشی، به افتمات زدن، به پرون. اما هم جمع شد پیش حکومت ده. ورق دا میگیرید مینایسی که امامالی استعفا یا که یگان لطه دا مینایسی یا که با زبانت میگوی فرق نداره جمع شد استعفا. یگان راه دیگه نداره. این هم گفتم به خدا قسم میخورم که امامالی دشمن شما جنگ میدازه در تاجیکستان. جنگ میدازه دیگه 41-45 فایدت نمیکنه، 91-92 فایدت نمیکنه.